این یک فامیل معمولی نیست. امروز اومدیم من و ایلیا دوتا از خفن ترین یوتیوبرهای شهر ببینیم چی میتونه تو این برنده بازی باشه. خیلی هم معمولیه. خب بازی از این قراره، ما یه سری کارت قرمز داریم، یه سری کارت سبز. اوکی، یه جورایی یه بازی پیشرفته تر از همون اسفامیل خودمونه. تو کارت قرمز ما یه سری حروف داریم، لام، میم، جیم، ه، خ. تو کارت‌های سبز ما یه سری موضوع داریم مثل میوه، اشیا، شخصیت تاریخی یا هر چیز دیگه. کارت‌ها رده‌بندی دارن. حروفی که سخت‌تره مثل ژ، خ، ت و این چیزا 3 ستاره‌ن. حروف راحت‌تر مثل الف و میم و این چیزا 1 ستاره است. موضوع هم به همین شکل. شخصیت تاریخی، مکان تاریخی 3 ستاره است و میوه و اشیا و این چیزا 1 ستاره. آخر بازی با جمع ستاره ها ما نتیجه گیری می‌کنیم که کی برنده است. میام اصلا بله انصافاً به نفع هیچی نگیر، بیا اسم اینا رو تو نشون بده. من عادل ترین داور روی کره خاکی. یکی تو عادل، یکی عادل فردوس. 1 2 3 ماشین با ت دست داد. تالیسمان. اعضای بدن با ل. لوله مری. نه وایسا. نه لاله گوش. آفرین. درست. اسم با عین. علی. عباس. ایلیا اول گفت. برو دو یکیش بخور. ما ایلیا اول چجوری گفت. ستاره‌اش؟ یکیش ما فکر. اوکی. صفت با م. مهربون. همش حرومزاده و چیزا تو ذهنم بود. شخصیت داستانی با قید 2 نقطه. قاز. قاز با او قاز قاز با بعد عین. شخصیت کدوم داستانه قاز؟ الان قلی. نوبت تو. قلی. خودی برو. میوه با ذرت. میوه نیست. دیگه ذرت کلی میره. زه میوه فقط ذرته. ذرت میخوره. بده من یه لحظه. بده من یه کارتار بده یه من. لحظه، لحظه. من کار ندارم. بعد با این زه به مشکل بده من. می‌خوریم. شانس راست آوردیم. این 3 مال تو، این 2 مال تو. مرسی. من که اصلا نگو ولی چون چه دوستم دارم. یک جاذبه طبیعی با یه که یه یا ده. شخصین آذربایجان. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حرف بعد خ. خیابون. خیابون جاذبه طبیعیه. چه تو میری تو خیابون. جاذبه؟ یه لحظه. خیابون مثلا خرم آباد. مالی آباد اینا جاذبه طبیعی. خرم آباد. رو برش دار. بریم. یعنی چی؟ خرم آباد جاذبه طبیعیه. خرم آباد شهره. خب جاذبه طبیعی. نه. از خیابون طبیعی نه. تره. نه من پذیرفتم دیگه. تو من چطور؟ داورم. الان چیکار؟ بده من. به یکیش من. نه بده من. جفتش مال اینه بده دیگه. من. سوخت. بعدی. چه آدمیه. موضوعش پایین. فعل با ج. گیرایی. گرفتم. من اصلا نمیدونم. چه یعنی گرفتم؟ گرفتی. گرفت. کتاب. با حرف کتاب ستاره است. پ. پناهگاه. پناهگاه کتابه. آره. کتاب کتابی پناهگاه داره. واقعا من خودمون دارم. پیرمرد دریا. موضوع شاعر و نویسنده با الف. خیلی راحته. خیلی راحته. احسان دو تا خواجه احمق. مرسی. یه احمق. یه لحظه. شعار نویسنده من کتاب اینا به من بدیم. خواننده حساب نیست. آقا اذیت نکن دیگه اصلا. ها ورزشکار با سه سه دندونه. سام درخشانی. نه. تو تیم فوتبال هنرمندان است. نه. سلام میدم. سوارز. قبوله. سیما تیرانداز اومدم بگم بعد فهمیدم بازیگر با که فامیلش تیراندازه. خب کشور با که خیلی راحته. کلمبیا. بازی با ه. این ه جیمی هم هست. آخه بازی با اون هم هر کی حرف بزنه خره. مثلا این بازی بود. 10 9 8 7 شیت. نه عوض نکن میسوزه. آقا عوض نکن میسوزه. نمیخوایم بسوزه. بابا عجب آدمیه نمیخوام بسوزه. چه چشاتو به من قایم میشم. نه. ولی جالب. نه 3 2 1. جفتش سوخت. شخصیت تاریخی با حرف ب. بنیامین نتانیاهو شخصیت تاریخی تو تاریخ نقش داشته. نه الان تو تاریخ الان معاصر حساب میشه. میشم به نفش خواه. من اصلا تاریخ هم در بچه ما یه لحظه یه سری این بازی ها رو شما با ما انجام بدید لطفا. اینو الان ما نخواهیم گفت برای که سوخته رو شما بدین و کسی که همشو بده بهش چی میدیم؟ بهش بوس میدیم. چی نداریم بهتون بدیم؟ موزه طلایی. بابا حساب کن نکن هیت بده به لورا. شغل با ه. هنرمند. حمال. جانور با ش. شیر. فیلم با سه. صابون. فایت کلاب. صابون. قشنگ میبری. نه. آفرین. من قبول ندارم. ولی من دوست داشتم.
قوی بود. من ولی داورم. قبول نیست. نه نمیگم قبول نیست. من برمی‌دارم. قبول بود. میتونم دوست داشته باشم 10 9 8 صامت. صامت بگو سری 5 4 صدام. دهنت اسمش این از یادم باریکلا، باریکلا. چون دیر گفتی فقط یک شو بده. گو نخور گفتم بده. نه دیر گفت. بده آقا. بده اذیت دیر نکن. گفتی. نه. بده اذیت نه. نکن. بده چی؟ دیگه. همین بده. گو همین بخور. بده. من چند ستاره است؟ دو ستاره. جفتش دو. من 2 ستاره دارم. درست. اذیت نکن دیگه. دوور. حسین. خواننده با ز. زانیار خسروی. ابدا من میگفتم ساز با حرف ف. بگو. فلوت. خودم بتونم بگم این سری چیزا رو. مکان تاریخی تاریخی باره. بگیم دیگه. رامسر. رامز بابا مکان تاریخی نه شهر تاریخی. راشفورد. نه. این خورده چی بگو؟ میگم بهتون احمقین. یعنی شما هیچی از تاریخ نمیدونید. نه نمیدونه نه تاریخ نه جغرافی. من مکان تاریخی رو میذارم بین اینا. نه نه. بزن خلا مکان تاریخی با میریم. این هست آقا اینا خیلی احمقه. همون ر رو بذار یه چیز آره. سخت از میکنه. غذا و نوشیدنی با ر. بگین دانی. بیا یعنی کم فامیلی با حرف ژ. ژیلایی. نه ژیلایی نداره. ژا. ژاکت پوش. نه جوله. یه آفرین قوی بود. شعر و ترانه با یه یه که. نه یه روز آقا خربوش نه شعر با یه بگیم من لحظه خوشم نگام کن. اگه دل بده به این دیوونه یه خسته صدا. نوبت تا هست تو میگی من نگفتم. درست بگو شعر برو. من از شعرت خوشم نیومد عجب آدمیه. با من خوشم بیاد یه لحظه یه نگام کن. روز اینو به تو مکان عمومی با حرف ب. بابل. نه بابا مکان عمومی بوتیک. نه این گفت. این گفت. بیمارستان. آفرین آفرین بالاخره آیکیوشو شهر با الان نمیگیم ده. داریم نه، داریم نیست. داریم اسم یک شخصه سریا آباد. آره داریم یا شهر داریم سریا شهر داور قبول کرد. برداشت. خب برداره تو چی انی هستی؟ اشیا و ابزار با حرف د. دستش. خیلی خب میتونی نه مبینم خیلی داره. آره. رنگ با ت. بگو داریم قرمز. داریم قاضی. آفرین بازی رنگ. بازی سفید و قاضی. ارزش با عجب آدم گوی هستی. اینجوری راش کرد. نه به خدا. نمیخواد. ورزش ورزش با با ه. من بلدم همار سواری قبول. همار. آی با نه. یه هست آره 100%. فرق میشه نیزه پرتاب نیزه. آفرین برو نیزه پرتاب نیزه. قبول. نیزه پرتاب قبوله. کرد. من قبول نیزه می‌کنم. پرتاب کنی. ضرب المثل با ت. بگید من با خوشم بیاد تا توانی بزن به بازوی خویش. تا توانی. نه تو بگو الان. توانا بود هر که دانا بود دیگه. این شعره. نه ضرب المثل توانا بود هر که دانا بود. نه شعره. شعره. توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر بنا بود یکی هست اولش میگه تا توانی بزن نه در جوانی. نه تا توانی بزن. نه کات کن تا توانی اما خیر اوله ولش کن اینو حرف بزن. بچه ها ضرب المثل با ف. وانگهی دریا شود وسطش یه وانگهی هم بود. آقا شعر بگین اصلا ضرب المثل نگین شعر بگین با من تو شعر میگم. میای صدای اینو نه بردار. شعر اینو بردار. نمیخوایمش. ضرب المثل هست اینا خیلی آقا و باش هنرمند با و. وحید فرزایی. چی گفتی؟ ونگوگ. تو کیو می‌خواستی بگی؟ وحید فرزایی. وحید فرزایی. کی هست؟ بلش کن. گل گل و و گیاه با ه. چقدر این حرف مسخره‌ایه. خب بچه‌ها دارن فکر میکنن چنل اصلانزان رو صاف کنید برای چی؟ به خاطر اینکه ما اونجا
گلوگی مسابقه $1,000,000 داریم. قطعا یه گلوگیای واحد داریم. گلوگیاه با ت 2 نقطه توت آفرین. موضوع آخر چیزی نیست جز پوشیدنی با همین هه خب اوله حوله پوشیدنی نیست. اوله پوشیدنی داریم دقیقاً. آره جنگل باشی تاس خوب میاد اگه کردم مالین لایف استایل گنگ بک سامپلینگ بپا گیر نیرم خلوت جایی اگه کل کل داری میری تشترایی خاک خیابونو مدیا پردازش گوشی آنریکسون ای رو برای بررسی در اختیار ما قرار داده. رنگ سبز، حافظه 256 رم 8. بریم ما هم بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. بخش اول طراحی، جایی که ما یک فریم کامل پلاستیکی داریم، پنل پشتی کامل از جنس پلاستیکه. ببینیم چقدر سریع میتونه همه برنامه‌ها رو برامون باز کنه. میبینیم تو یوتیوب یکم دیلی داره، میدونی نسبت ولی به قیمتش این چیزیه که میتونی خیلی خوب تو بازار پیدا کنی و ازش تو بلاگر انقدر با لهله توضیح نمیدی. چرا تو خیلی بیشتر داری. برنده خب با یه امتیاز برده. گو میخوره ای با یه امتیاز میخوره واقعا. با یه امتیاز یه بشمن. مبین امتیازش شد 38، ایلیا شد 39. هولی شت. به این میگن مبارزه درست، مبارزه پایا پای، برد و باخت جوان مردانه. مبین بله مجازاتت چیه؟ بیا خودت تو کار. بریم برای مجازات. تو بچه‌ها جلاده داریم تو دست. بچه خیلی زایز میزمون تنگ بسن. نه برو با تو با من کار داری تو رفتی دیگه جلاد. میشه به جلاد گفت کی؟ این ماسه مربای توت فرنگی. ماست و مربا خوشمزه. من به نظرم خوشمزه میشه ماست مربا. ولی نه انصافا بذار ماست مربا بریزیم بریم چجوریه بعد اینا بریز مجازات. نه بذار ببین خوشمزه نه تو قرار نیست لذت ببری. همینجوری میخوام تخم مرغ خوب دو تا با هم خوب نمیشه بریز تو این به مجازات. اول من بخورم. جلاد گوشت است. بده من نمیدونم میرم آب میکنم توی تخم مرغم میریزم. نه اینقدر سوس نه اصلا سوس گرونه داری بیام خسارت من میرم تخم مرغم نه کن تو آقا من ویدیو نمیخوام بگیرم. یا تخم مرغ همینجا ویدیو تمام میشه. همینجا یا تخم ویدیو مرغ سکوت کن. همینجا ویدیو تمام شد. یا تخم مرغ میدی بدون آب یا تخم مرغ میرم میریزم با آب. انتخاب اصلا کن. نمیخوام تو خوب بری. باید بخوری. حالا من رفتم. میدم خالی به جا میرم نکن. خداحافظ. نمیذارم بری. تو خوب شما رو سر خودت. نکن. میشنم خودت. فقط گوش بده. نمیخوام. تو خوب مرغ نمیخوام. بازی چه یوتیوبر عمه من بعدم بچه‌ها 10 تا انصافا 100 تا فقط 100 تا ویو بخوری من باشه بده آقا من تخم مرغ نمیریزم به شرط یه چالش الان بهت میدم انجام بده. اول بده. اول نه. من نمیخوام. منم هیچ کاری میرم. نمیتونم بکنم. آی نه تمام میکنه. ببین اینا رو کات کن. ببین واقعا خوب شد. تخم مرغ بده من به خود خوب نشده. چجوری فکر کردی خوب میشه این بوش اصلا؟ اوکیه. بابا بوش اوکیه هزار تا انه. تخم مرغ بده. سفته. بابا انگار دسره. نه تخم مرغ بده. نکن. او تو خوب بری بدتر میشه. ببین مجازاته تو باختی. خونه بادم اومدن. تو باختی. خونه بادم اومدن. تا برم میرم مام باده اذیتم میکنه یه مدل زش میکنه. این نمیخواد مجازات بشه. بابا تو 100 تا فقط 100 تا دونه انصافا بیا همین الان اینجا جلو دور می‌بینی 100 تا 100 تا ویو بخوریم 100 تا ویو بخوریم من ویدیو بعدی اول بسم الله تخم مرغ می‌کنم. تخم مرغ یا آب؟ یکیش انتخاب کن. مطمئنی؟ آره تو آب ریختم تو خوردم براش نذاش تخم مرغ بخور. بکن فقط به خاطر یه امتیاز مجازات شدی. این چقدر سخته. بچه‌ها چرز میره تو دنیایی که یوتیوب شروع کردی سعی نکن پورشی باشی که هر چیزی نمیخوره ایمانی باش که اصلا نمیخوره. الحمدلله همه پروش هایت کردی بده میشه من بخورم؟ نه تو بردی خب میخوام بخورم. گوشتمه میشه من برو بخورم؟ این بیاد بخور. نه اول بخور. خوب اولش ماسته
بعد میره میشه سس باربیکیو. بذار بیاد این همین اول بخور. بیا یه قلاب دیگه بخور تا اینجا. خیلی انه. بیا تو بردی، بیا به عنوان برنده بشین کنارش. همینجا ویدیو رو تمام. نه کجا تا آخر میخوری بعد ویدیو. نه دیگه خوردم. باید بخوره. با تا آخر بخوره. با تا آخر بخور. نذاش تخمو بریزم. هر چقدر بیشتر بخوری بدتر میشه میدونی؟ یه قلوپش کن. ببین مزه شیر باربیکیو میده، یعنی جدی میگم مزه یه لیوان شیر میده که مثلا رب انار و یه کوچولو سرکه و یه مقدار دودیه. جالبه، یعنی این ترکمونه ها، ولی با همین ترکیبات میشه این نوشیدنی جالب زد به نظرم، در حد ماچا معروف. این قندته. با همین بخور دیگه. تمامش کن. بچه خدا نگهدار. تا ویدیوی بعدی بوس بدید. برو من میخوام خدافظی کنم. من نمیتونم تو رو کرده قد کنم. خدافظ. الان اینو چی جمع کنم؟